سلام دوستان، به کانال نیکاتاپ خوش آمدید. بخت نامی کلیدی است که در یک لحظه انسان را از کلانترین مشکلات خلاص کند. وقتی بخت بلندی کند و یا فرشته ها به داد آدم برسند، حتی از چنگال مرگ خلاص شدنش ممکن است. در این ویدیو آدمانی را میبینیم که بختشان بلندی کرده است و در دل خود خواهیم گفت عجب آدمی خوشبختی بوده است. برای دلگرمی ما لایک ماندن را فراموش نکنید. تا آخر ویدیو با ما باشید. شمایان تنها داروهای طبیعی را پیشکش میکند. شما از مویهای نالازم رنج میکشید یا در مهاجرت از درد میان و پا و دست، خنک زدگی، پروستات، سوس بودن مردانگی، عصب و ریختن موی سر رنج میکشید؟ پس برای صفت خوب را به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. اپیدمیومنیا پستا برای با قوت کردن بدن و مردانگی، شخصانی که فرزنددار نمیشوند، زنده کردن اسپرم، خونو گرفتگی، رگ کشیدن پای ها، خود را در وقتی هم خواب شدن با قوت حس کردن و حوصله را بلند کردن. میخواهید همسرتان را ریزو گردانید تا 45 دقیقه علاقه جنسی را دراز کنید و هم خودتان حلاوت برید؟ پس به شما این ویدیو را توصیه میدهیم. فرانک کرم سامیون وان برای شخصانی که اشتیان ندارند، خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. همچنین برای ورزشکاران نیز پیشنهاد کرده می شود. خلبه حدیث پیامبر است که به 100 در دوا دارد. برای سنگی نمک و خنک زدگی گرده، روغن مرچ برای نیست کردن مویهای نالازم. میگویند که گربه وقتی از بلندی میپرد با دو پایش به زمین مینشیند. اگر با دو پا هم به زمین نشیند چه فرقی دارد؟ چون که میگویند گربه ها سخت جان هستند. مثلا گربه امروزه ما در حقیقت سخت جان بوده است. این گربه که کپر نام دارد از یک ساختمان 14 اتاژه افتاده زنده میماند. کپر از ریشاتکه های زینه‌پایه لغزیده به زمین میافتد. از این بلندی افتاده مردنش عمیق بود، اما او فقط کم آسیب در ناحیه پایهایش دارد و خلاص. اگر شما در کشتن مارها مهارت داشته باشید هم، ولی وقتی یک کبرای شاهی را میبینید، کمترین خطاگی نباید در کار شما دیده شود، چون که با اندک خطا میتواند با دهانش به دهان شما زهر ریزد. اما در برابر بخت چیزی گفته نمیشود. حادثه به این مانند در هندوستان با یک مارگیر با نام پروباکار روی داد. ماه ینوری سال 2021 یک آدم مار 4.5 متره کبرا را در دریاچه نزد خانه‌اش میبیند. ترسیدن مارگیر پروباکار را دعوت میکند. او به آنجا آمد، مار را به چنگ آورد، به طرف خودش کشید. در این لحظه مار از چنگش آزاد شد و با خشم زیاد به او حمله کرد. پروباکار خواست گریزد، اما خودش را گم کرده به زمین افتاد. اما بختش بلندی کرد و با وجود حمله های زیادی مار او را نیش زدن نتوانست و او توانست که با دستش سر مار را گرفته او را دارد. خرسندی خلاص شدن از مرگ را میتوان در چهره او بر اعلی دید. ماه ینوری سال 2013 گردشگران قطب شمال استیو لیونارد و جیسون رابرت در کافتوکاو خرس‌های قطبی سرگردان بودند. آنها خرس نمی‌یابند، اما می‌بینند که کوه یخی که در نزدیکیشان ایستاده است به پایان می‌رسد. این صحنه را دیده زود سمت حرکتشان را عوض کرده از آنجا دور می‌شوند. آنها می‌بینند که چخیل یک قسم کلان کوه یخی به دریا چپه می‌شود. اما خوشبختانه آنها آسیب نمیبینند. وقتی صحنه را میبینی فکر میکنی که این کوه برای غرق کردن این گردشگران لحظه شماری میکند. ویدیو در کامرای ماشین ثبت شده است. این مرد برای پوشیدن در عقب ماشین از راه میگذرد و همان لحظه کودکش از پسش میآید. خوشبختانه حادثه روی نداد و سر وقت پدر فرزندش را دیده ماشین آمده ایستاده را منع کرد. حالا یک نظر به این شناور ماهر اندازید که چی طور از کام مرگ خلاص می شود. دوم اپریل سال 2015 مرد با نام پاول در امریکا در یک شاهراه رانندگی میکرد که ناخواسته بیهوش میشود. او این حادثه را در کانال یوتیوبش گذاشت. در این صحنه دیده میشود که او یک بار بیهوش میشود و ماشین او در این حادثه که مرگبار شده میتوانست از راه میبراید و از سیمی خاردار گذشته در بین زمینهای زراعتی پیش میرود. وقتی او را بینید که چند ثانیه ماشین خود به خود حرکت کرده، مرد ناگاه به هوش میآید و ماشینش را دوباره کنترل میکند.
پاول میگوید که در این مدت مثل یک مرده بود و وقتی به هوش آمد نفهمید که چه حادثه روی داده است. این ویدیو ماه اکتبر سال 2015 با کامرای نصب شده در پیشانی این سرباز ثبت شده است. آنها در جریان یک عملیات نظامی بین سربازان آمریکایی و طالبان در شهر هلمند افغانستان هستند. آنها وارد یک خانه میشوند و وقتی از در برآمده نگاه میکنند یک سنایپر پیشانی سرباز را هدف گرفته میپراند، اما بختش بلندی میکند و تیر به کلاهش میرسد. بعد این ضربه 3 سرباز دیگر عقب میگردند وگرنه شاید هدف دیگر به پیشانیشان میزد. ماه سپتامبر سال 2020 شخصی با نام محمد القطانی شهروند عربستان ماشینش را برای شستن به افتامایکا برده میماند. برای گذراندن وقتش بر روی کرسی نشسته با تلفنش صحبت میکند. در این وقت کارگر ماشین او را روبروی کرسی آورده منع میکند. القطانی با سبب بلند بودن صدای ماشین آواز تلفن را نمیشنود و از جایش خسته دورتر میرود. در این لحظه کارگری که در ماشین نشسته است ماشین را با شدت به دیوار میزند. یعنی بختش بلندی میکند و چند ثانیه پیش او از کرسی میخیزد وگرنه حالا خدا رحمتی شده بود. ویدیوی نوبتی در پاکستان روی داده است. در این ویدیویی که ماه ایولی سال 2019 ثبت شده دیده می شود که مرد موتورسیکلش را به خانه می درآورد و در را محکم می کند. ناگهان 2 دزد مسلح از پشت او دویده می آیند و آنها ندرآمده صاحب خانه اسپید می کند و در را محکم می کند. آنها دیگر چیکار کردنشان را نمی دانند. این مرد در حقیقت خوشبخت بوده است چون که 2 دزد اسلحه در دست برای او می آیند اما او حتی خبر نمی شود. 3 مارس سال 2018 در عربستان سیل آمده بود و در این ویدیو ثبت شده است. در اینجا مسابقه رفته ایستاده بود اما وقتی سیل را دیدند همه گریختند. یک راننده در بین سیل محکم شده بود. شاید سرعت بخت او از سرعت ماشینش زیادتر بود که چند ثانیه تیزتر حرکت کرده از این سیل قدرتمند خلاصی یافت. این مرد خرید کرده با دستان پر آمده ایستاده است که ناگاه یک ماشین از پسش پریده می آید اما یک تاری مویش هم آسیب نمی بیند. او ماشین را دیده می گریزد و از مرگ نجات می یابد. فقط خریدهایش را از ترس زیاد به زمین پرتافته بود و همین قدر ضرر دید و اما خوشبخت‌تر از او راننده ماشین بود که بعد این حادثه تلفات جانی نداشت. اگر ویدیو امروزه ما به شما پسند آمده باشد حتما لایک گذارید. برای دیدن ویدیوهای نوبتی حتما با کانال ما ابونه شوید.